و تفویض ولایت از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به علی ابن ابی طالب علیه السلام و بعد هم به فرزندان آن بزرگوار که در حال حاضر ولایت کلیه در اختیار فرزند اون بزرگوار حجت ابن حسن عزیز الله تعالی فرجه شریف می باشه که مشروع اون رو انشاءالله اگر عمری بود و حیاتی بود و فرصتی بود و توفیق این رو داشتن که در خدمت برادران عزیز شرفیاب باشم عرض خواهم. من قصد نداشتم، یعنی معمول هم نیست که روزهای جمعه من عرایضی بکنم، ولی 2 جمله یا 3 جمله بیشتر صحبت نخواهم کرد، وقتتون رو هم نخواهم. من مکرراً بعضی از مسائل فقری رو تذکر دادم، خدمتتون عرض کردم و حتی عرض کردم که مصافحه کردن یادآوری تجدید بیعت ایمانی و ولایتی و شرایطی است که قرار داده شده. این یک مثالی زدم. بعد احترام پیشکسوتان هست، بعد روشن نگه داشتن چراغ خانواده، گرمی خانواده و مطلب مهم این که نامه‌ای که رسیده بود خدمتتون عرض کردم و خوشبختانه نامه‌ای در این هفته بر من رسید که خودش رو معرفی کرده بود و در این نامه هم خیلی خوشم آمد از این شخص که هم خودش رو معرفی کرده بود، اسم و نام فامیل و آدرس و محل و شماره تلفن دقیقاً همه چیز رو بیان کرده بود و به بنده هم هر چی دلش خواسته گفته. من خیلی ممنونم از این که رو در رو با بنده مبارزه کرده، خیلی خوشحال شد و حق هم با ایشون بود، البته به جهاتی، به دلیل این که خب نمیتونم عرض کنم که یکی از عزیزان ایشون گرفتاره و من هم بارها به این عزیز گفتم که شما بیایید و اگر مخارجی هم داره من از جیب خودم تا اون حدی که توانش رو دارم، چون من هم یک توان محدودی دارم، درآمد مختصری که دارم از حق و نظاره و حق و تولیه و مستمری که از اداره میگیرم، گفتم در این حد شما هم مثل فرزند من بیایید و این عمل زشت خودتون رو که خانواده خدا پیامبر و ائمه خدا از اون ناراضیان کنار بگذارید و من کمک میکنم. ولی با کمال تأسفشون گوش به عرض بنده نکردن. الان هم امیدوارم که در مجلس باشن، حرفای منو بشنون، فردا نه پس فردا تشریف بیارن منزل، من در خدمتشون هستم و خوشبختانه در بین برادران عزیز ما اطبایی هستن بسیار با محبت و اهل خدمت و روی این مسئله بسیار متعصب که گاهی از شدت تعصب و تنفر از این مسئله حاضر به مداوا میشن که من ازشون خواهش میکنم که این کار بکنن. حاضر به مداوا میشن، نه به این عنوان که نمیتونن مداوا کنن، چرا؟ به بهترین وجه میتونن مداوا کنن، ولی به حدی تنفر دارن از این مسئله که حاضر نیستن دنبال این قضیه. حالا سخن به درازا کشید و مطلب هم این نبود، مطلب چیز دیگری بود. اگر خاطر مبارکتون باشه، بنده در جلسات مختلف به کرات عرض کردم که شبهای دوشنبه و جمعه که بنده شرفیاب به حضورتون هستم اینجا برای مذاکره، مخصوصا شبهای جمعه که ما دستور داریم، دستور صریح و از یکی از فتاوای آقای مرحوم آقای شهید مصطفی سلطان علی شاه، چون ایشون تعداد فتواشون خیلی کمه، اگر در تفسیر دقیق بشیم، در تفسیر بیان ساده، شاید جمعاً باید خیلی زحمت بکشیم تا بتونیم اون چی که در دسترس هست فعلا حد اکثر 4 تاست که یکی از اونها انجام ندادن کار دنیا هست و استفاده مادی شب از عصر پنجشنبه تا بعد از نماز جمعه، که من عرض کردم مثال هم زدم که در کانادا یکی از فقرا گفت من مجبورم برم، اگر نرم اخراجم میکنن، ولی این پولی هم که به من میدن، این اجرتی رو هم که به من میدن، این $40 به من میدن در روز،
من این رو وارد پول خودم نمی کنم و در راهی که بایستی خیریه خرج کنم در اون راه خرج کنم، چون مجبورم سر کنم. حالا عرضم اینه که با وجودی که این عرایض رو کردم، نمیدونم دیشب آقایونی که مجلس داشتن توجه به این مسئله فرمودن یا نه. بنده درسته که کتاب خورشید تابنده در شرح حال پدر و مولای بزرگوارم از طاهر رضا علی شاه علی الله مقام الشریف نوشتم، ولی اگر به شما عرض کنم که دیشب متوجه نشدم یک ساعت از ساعتهای خونده شده رو به جرأت می شما میگویم که گزاف نگفتم و دروغ خدمتتون عرض نکردم. چرا؟ به این علت که با وجود این که مکرر عرض کردم شب‌های دوشنبه جمعه که برادران عزیز من صبح جمعه، حتی دیشب هم عرض کردم، گفتم من صبح جمعه در خدمتتون شرفیاب هستم، اگر هم مصافحه ادامه پیدا بکنه تا بعد از ظهر جمعه، بعد از ظهر جمعه اینجا میشینم تا آخرین نفر بیان مصافحه کنن. ولی از شما تمنا میکنم که این مصافحه شب‌های دوشنبه و جمعه را تعطیل کنید، بگذارید که هم من هم خودتون یک فیضی، یک بهره از این کتابی که خونده میشن ببرن. و در چند مورد بود که میخواستم دیشب در مورد مطالب خورشید تابنده مسائلی را عرض کنم، خاطراتی که از ایشون دارم و مسائلی، بعضی از مسائل هست که بین بنده و ایشون رد و بدل شده، صحبت شده، عرض کردم، ایشون فرمودن، احضار فرمودن و من، ایشون مطالبی رو فرمودن، من جواب دادم و دستوراتی فرمودن که خب نمیشه گفت، با من دفع میشه و خب طبیعیه که روی کاغذ نمیشه آورد و بایستی شفاهی به خلیفه من برسه و با من دفع خواهد شد، جز این که به او برسه. ولی مطالبی هم هست که میشه گفت و به زبان آورد و قابل استفاده است برای برادران عزیز و فقرا. ولی متاسفانه من به محض اینکه میخوام لب باز کنم و سخن بگم، یه نفر میاد اینجا میشینن، نامه به بنده میدن یا وام میخوان، در حالی که وام من که پولی در اختیار ندارم. من عرض کردم که بارها عرض کردم که آقایون وجوهات خودشون اشتریه که بمیدن، وجوهاتشون مراجع تقلید هم بدن، اشکالی نداره. بعد اینجا صندوق قرض الحسنه هست. البته باز هم حرفای دنیایی که دارم میزنم، منظور من از حرفای دنیایی فقط یک مثالی است که میزنم، ولی راجع به دنیا نمیخوام صحبت کنم. عرض بنده اینه که میان راجع به مسائل دنیایی صحبت میکنن، مثل صندوق قرض الحسنه، یا من خانه ندارم، یا فرض فرمایید کار برای بنده پیدا کنید. آخه من بنگاه کاریابی دارم، من بنگاه برای فرض بفرمایید که پیدا کردن خانه اجاره یا رهن یا خرید دارم. در تمام مدت عمرم این کار رو نکردم. حتی منزلی رو هم که در اون سکونت دارم، خودم به شخصه برای دیدن اون در وهله اول نرفتم، چون فرصت این کار رو نمی کردم. خانواده رفتن دیدن و بعد بنده رفتن کار دیدن. حالا خاتمه عرایزم، معذرت میخوام طولانی شد عرایزم، اینه که اگر به عرض بنده توجه بفرمایید، ظاهرا و باطنا فیض بیشتری میبریم. در شب‌های دوشنبه و جمعه من خواهش میکنم که حاضرین به غایبین این رو بفرمایند که در شب‌های دوشنبه و جمعه در سر جای خودشون بنشینن، مطالبی که خونده میشه از روی کتب یا شفاهی احتمالاً صحبتی میشه، اینها رو گوش کنن، فرا بگیرن و برای خودشون آویزه گوش بشه و سخنان فرمایشات بزرگان سلسله مخصوصا از مرحوم آقای شهید به این طرف که تقریبا یک قرن یا بیشتر و کمتر به ما میشه، اینها همزبان ما هست. البته در بعضی از جا تفسیر خب قابل فهم برای همه نیست، صالحیه به طور مطلق همینطور. بعد کتب مرحوم آقای شهید به طور کلی سنگینه،
ولی کتب هست آقای رضا علی شاه نه، اینطور نیست، همش قابل فهم و درک و به همین دلیل در مجالس خونده میشه و پند ساله. پس این امیدوارم که به عنوان آخرین عرض و آخرین تقاضا و آخرین خواهش بنده بپذیرید اینو. ببینید من امروز نشستم تا آخرین نفر تشریف آورد اینجا من دستشون رو زیارت کردم، یعنی کسی دیگه در حسینیه متقاضی این نبود که بیاد و من دستش رو زیارت کنم. این عرض بنده رو در خاطر بسپارید و این تقاضای مصافحه که دارید موکولش کنید به